دوستان عزیز، من همچون کیمیاشناس آبهای مینرالی معدنی ولایت سوخت را آموخته کارهای علمی تحقیقاتی برده شدیم. این خواتق، این زمرد، این زلال، از جمله من آب زلال این چشمه اینجا در لابراتوری تشخیص کرده شده است. در ترکیبش میکرو الیمنت های کالی، مگنی، رو، زینک، سولفور و دیگر ایون ها موجود است که برای سلامتی هر یکی دمگیرنده اشتراک کننده خیلی ضرور است. دکتر تویری نیت دارند، مقصد دارند که در همینجا خیلی گفتن یک کارخانه بنیاد کنند. این کارخانه آبش اگر استحصال کنم در تمام جمهوری، در تمام ولایت بیرون از اون فروخته می شود. باز باید تر میشن، باز کارشو زیاد بشد. خیلی خوب ما عرضه میکنیم که همین نیتشون هم جامعه عمل پوشد. دفعه آینده من آب همون استحصال کردگه همون نوشیم با همچین توفه گرفته بریم. سلامت باشید. کی با چه گفتنی دارم؟